مقامات باختر خواستند شخصانی را که امکانیت‌های محدود دارند معیوب نگویند. این نفرانی هستند که امکانیت محدود دارند، نه اینکه معیوب هستند. بر طبق اطلاع رسمی در شهر باختر 500 شخصانی امکانیتشان محدود زندگی می‌کنند و به قول مقامات شغل دارند و مورد توجه آنهااند. قشرهای گوناگون جامعه از آن جمله همون نفرانی که امکانیت محدود دارند و چرابینی‌های گوناگون فرا گرفته شده. زهراگل حمیدووا ساکن 26 ساله شهر باختر خلطه می‌دوزد. مقامات به خاطر رشد کارش در محفل به او ماشین درزدوزی تحفه کردند و او امید دارد درآمد بیشتر به دست می‌آورد. خدا نصیب کنه یا تقصیر دوزی می‌گذارم یا که یک کرت دوزی اگر خواهرم چهره پورا میکنه. سازمان‌های جمعیتی که به مسائل مربوط به شخصان امکانیتشان محدود سر و کار دارند میگویند هنوز این گروه آدمان از نداشتن جای کار اذیت میکشند. همین معیوبا بغیر از اون که معیوب هستند از بیکاری هم با معیوبیشون سختیت عذابیت می‌کنند. به نظر می‌رسد با وجود تکلیف معیوب نگفتن آنها شرایط برعکس این عقیده هاست. همه معیوبان کار نمی‌کنند، این اکو شرایط ها نیست. یک بعد دویم همین معیوبان گناه معیوب هم گوییم همین نصیب گفته تقدیر گفته خانه نشینی میکنن. رازیه ماه آموزگار است، نابیناست. او چندین کودک را که تحصیل بی‌ثمر خانگی داشتند به مکتب آورده است. شخصان امکانیتشون محدود رو نه اونقدر قبول میکنه. شخصا نفرانی که هستند که خوب قبول میکنن، نفرانی هستند که نمیخواهند که شخصان امکانیتشون محدود با جامعه سالم همراه باشند. او 3 سال دو کرده است تا کودکان امکانیتشان محدود در مکتب در قطار دیگر همسالانشان تحصیل کنند. این کار به گفته او برای مطابق شدن آنها به زندگی کمک کرده میل و خواهش به زندگی را در دل آنها بیدار می سازد. میل و خواهش و رغبت و ذوق باشد همه چی را عملی گرداندن میتواند.